همین غرفه هایی که بر شما داده شده یعنی بسیار همینجا منظم شده، چقدر خودت خرسند هستی؟ لا زیاد خرسند. یا باید کراچی های زیار منظم بسازه دوجه. ده کاربار میکنیم همینجا روز ما ویگا میشه. ده 2 سال میشه بسیار نظم دیسپلین این سرک دو بسیار خوب شده. شهر خود ما است که هر چقدر پاکتر باشه محیط زیست ما به خود ما فایده است. شهروالی نمیاد اینجا خود ما پاک میکنیم میبریم. ولی هر روز همینجا پاکاری میکنه دیگه. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر کجای از دنیا که هستین جور و صحت سلامت باشین. تندرستی شما آرزوی همیشگی ماست. بیننده های عزیز، امروز ما در تایمنی شهر کابل هستیم. اینجا مانند سایر شهر کابل بیشتر هموطنای ما مصروف کار هستند و غرفه هایی که از طرف شاروالی داده شده بسیار به شکل منظم کارشان به پیش میره و شما غرفه هایی را که در عقب ما میبینین بسیار به گونه منظم کار هموطنای ما اینجا جریان داره و ما هم در جریان برنامه میخوایم صحبت داشته باشیم با کسایی که در این غرفه ها مصروف کاروبار هستن. شما بیننده برنامه باشیم. هموطنان نازنین، ما در تایمنی شهر کابل هستیم. قسمی که شما میبینین ساحه‌ای که ما قرار داریم بسیار منظم شده و بیشتر هموطنای ما همینجا مصروف کار و بار هستند. در مورد از اینکه غرفه هایی که از طرف شاروالی برشان داده شده و اینکه این ساحه بسیار شکل منظمه و خود گرفته، در کنار ما یکی از برادرایی که همینجا فروشنده هستند بیشتر در موردش با اینا صحبت می داشته باشیم. سلام برادر، وقتت بخیر. خوب وقت شما هم بخیر. میشه خودتان معرفی داشته باشین؟ جمشید هستم، یکی از کارگرای سرک اول تایمنی اینجا غرفه دارم. خب بسیار خوب. چطور از باز کاروبارتان؟ حالا کاروبار شکر خداست میشه. همین غرفه هایی که بر شما داده شده یعنی بسیار همینجا منظم شده، چقدر خودت خرسند هستی؟ حالا زیاد خرسند هستیم به خاطر از اینکه ما سابق کراچی داشتیم، حالا از کراچی یعنی در غرفه میشینیم کس نمیدوانیم روز تا بالا فهمیدی اینجا آرام هستیم. بسیار خوب. و همچنان کسایی که مثلا در روی سرک دست فروشی میکردن اونا همی فرهنگ شهری مد نظر نمی گرفتن از لحاظ نظافت، گفتنی تان یا پیامتان میخوایم به اونا هم داشته باشیم؟ ما گفتنی ما برازوات اول خوب گفتنی ما با بزرگای رقم است که باید نفرای مربوط تر نایه که میشن یا باید کراچی های زیار منظم بسازه دوجه. باز مردمایی که کراچی هاشون منظم بود باید خودشان همی فرهنگ شهری خودشون منظم بسازن. بیشتر هموطنان عزیز ما مثلا در همی نظافت شهر خود سهم نمیگیرن، یعنی تمامش مختص به شاروالی میسازن. میخوایم نظرت در این مورد هم داشته باشیم؟ نه، باید کل ما دمی حساب صفایی شهر باید امدز باشیم. این تنها به شاروالی نیست که شاروالی بیا پاک کنه، باید خودمون از فکر خود کنیم که خودمون باید نظافت مراد کنیم. ما باید نباید در سرک کاغذ پرتیم، نباید فهمیدی هر چی که بود یا جنگلی بود یا کاغذی بود باید در گوشه در بادلدانی بنازیم. بسیار خوب. سلامت باشی بیادر، در کار بار برکت، اوقات خوش داشته باشی. خیر باشی. تشکر. سلامت. بیننده های عزیز، ما در بازار تایمنی شهر کابل هستیم، جایی که بیشتر هموطنای عزیز ما اینجا مصروف کاروبار هستند و شما در جریان برنامه مشاهده کردین که بسیاری ساحه منظم شده و هموطنای ما به گونه بسیار منظم اینجا کاروبار خود به پیش میبرند. در مورد صفایی این ساحه بیشتر با یکی از کسایی که اینجا مصروف خرید و فروش هستند صحبت می داشته باشیم. سلام بیادر، وقتت بخیر. خوب هستی؟ سلام علیکم، وقت شما بخیر، سلامت باشین، زنده باشین. اسم مبارک تا؟ عبدالهادی هستم، یکی از کارگران منطقه کار میکنم. خب چند سال میشه که اینجا خودت کار میکنی؟ تقریبا 1-2 سال میشه. 2 سال میشه.
خب ما که میبینیم همینجا خودت بسیار منظم است، همین غرفه‌ای که بر داده شده، چقدر از این خودت خرسند هستی؟ ولی ما زیاد خرسند هستیم چون شاروالی و ما همکاری کردن منظم غرفه رو چندن در کاربار میکنیم، همینجا روز ما ویگا میشه. خب باز چطور از فروشات در آخر؟ ولی خوب شکر میگیم که کاربار در مجموعه جای کاربار مزننده بازم شکر میگیم روز ما ویگا میشه. خدا را شکر. ما که میبینیم بسیار همین ساحه بسیار پاک است. دلیل از همین چی است؟ آیا هموطنان عزیز ما همکار هستند با شاروالی؟ هموطنان عزیز ما هم همکار هستند، کار میکنن، ولی شاروالی ما خوب است، منظم غرفه رو مونده، مردم هم خودشان پاککاری میکنن و شاروالی هم کار خود صحیح است. خب خداوند انصاف بده. یک تعداد از هموطنان عزیز ما که هستن همکاری ندارند در قسمت تنظیف ساحه‌ای که زندگی میکنن، میخوایم پیامتان به اونا داشته باشیم. پیام ما همی است که شهر ما خانه ماست. همه مردم ملت باید با شاروالی خود همکار باشن، نظافت مرد کنن. نظافت جز ایمان است. همی است که پاک شهر ما پاک می باشه همه جا. خب سابق خودت بدون شک در روی سرک کار میکردی و حالا یک جای منظم بر خودت ایجاد شده که کار میکنی و در این صورت هموطنان میتونن که بیان از خودت به شکل منظم خریداری کنن. چقدر خود خرسند هستی؟ ما خیلی خرسند هستیم، ولی شما ببینین بین سرک اول سرک سوی تایمانی که غرفه قبلا بودن غرفه رو برداشتن، ولی همون کراچایی که سابق بود دم روی سرک آمدن نوار کردن بی نظم. مثلا شاروالی نمیتون اونجا رو ما حساب پاککاریش برسه اینا، ولی این جایی که غرفه موندگی است منظم است، خوب است، اقدام نیکن است، خوب است. بله بخیر باشی، بیادر، زنده سلامت باشی. تشکر، وقت خوش، خدا. هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه دیدین که ما در تایمنی شهر کابل هستیم، جایی که بسیار منظم شده و پاک است و این نشان دهنده ازی است که بیشتر هموطنان ما که در اینجا کار میکنن و مصروف خرید فروش هستند، بدون شک در قسمت پاکی و صفایی شهر بسیار سهم گرفتین که در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با یک از برادرای ما که در کنار ما هستن و اینجا فروشنده هستن. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین، وقت شما بخیر، سلامت باشید. اسم مبارکتان؟ اسم مبارک مروید است. خب چند سال میشه بیادر اینجا کار میکنی خودت؟ در حدود 5-6 سال میشه. خب چقدر وقت میشه این غرفه‌ای که خودت کار میکنی و کسایی که اینجا هستن برتان توضیح شده و چقدر از این موضوع خرسند هستی؟ تقریبا 2 سال میشه که است در غرفه هست که در حدود 2 سال میشه. بسیار نظم دیسپلین این سرک دو بسیار خوب شده، صفاییش خوبتر شده، بسیار خوب و راحت سهولت به ما شده. خب ما که میبینیم بسیار اینجا از لحاظ نظافت پاک است و این نشان دهنده ازی است که هموطنان عزیز ما همکار هستند. میخوایم نظرت در این مورد داشته باشیم. به خاطر از این که دست به دست هم بتیم شهر خود ما است که هر چقدر پاکتر باشه محیط زیست ما به خود ما فایده است. جامعه خود ما خوش رنگ و خوبتر و لذت بخش میشه به خود ما، چون جامعه ما پاک باشد. نظافت جز از ایمان است که از 3 ایمان گفته می شود. به خاطر از این که این 4 طرفی را که ما پاک میکنیم، صفایی میکنیم، به خاطر از این میکنیم که این حق شهروندی ماست که ما باید پاک بکنیم. از هر شهروند ما خواهش ما همی از پیام ما همی است که 4 طرف غرفه خود، خانه خود، اولی خود، باغچه خود، هر جایی که باشد پاک باشد. خداوند انصاف بده به یک تعداد از هموطنان ما که متاسفانه همکاری ندارن، زباله های خود در جاهای نامناسب مندازن. میخوایم پیامت به مو عده از هموطنان ما داشته باشیم. پیام ما به برادرای عزیز و خواهرای عزیز ما همی است که باید چی خود اشغالدانی باید چیز خود پرتن، در کثافت‌دانی باید پرتن. چرا در سرک پرتن؟ جامعه را خراب میکنن، محیط زیست خراب میکنن، 4 طرف منطقه را خراب میسازن به خاطر اشغالدانی خود. زنده باشی بیادر، سلامت باشی و خدا. تشکر، بخیر باشین، وقت باشه. هموطنان نازنین در پروژه تایمنی هستیم. در کنار ما یکی از برادرای ما که همینجا ترکاری به فروش میرسانند، بیشتر صحبت میکنیم. سلام بیادر، خسته نباشید. سلام علیکم، خوب هستین، بخیر هستین؟ اسم مبارکتان؟ رحیم داد. چند سال میشه کار میکنی بیادر اینجا؟ 5 سال میشه. 5 سال میشه. خب شما اینجا کار میکنین، من که میبینم بسیار اینجا پاک و صفا هست و خودتان همکاری میکنین با شاروالی. چقدر از این اقدام خودت خرسند هستی؟ شاروالی ماروالی نمیاد، اینجا را خود ما پاک میکنیم میبریم. درست. خب شما اینجا پاک میکنی و این هم یک نوع همکاری است
کسایی که پاک نمیکنن میخوایم پیامتان به اونا داشته باشیم که باید همکار باشن، مثل خودت در پاکی و صفای شهر خود سهم بگیرن. کلاگی باید پاک کنه، هیچ کسی باید چی نکنه. پاک کردن خوب است، نظافت میگه جز ایمان است دیگه. اگر او رو چی نکنه اوی در وطنای ما که همکاری نمیکنن دیگه باید ما میگم باید کمک کنه، کلاگی کمک کنه، هیچ کسی چی نباشه. زنده و سلامت باشی، اوقاتت خوش. بخیر سلامت. هموطنای نازنین، در کنار ما یکی از برادرایی که حالی چپنشه که ما تاواندار شم، بیشتر صحبت میکنیم در مورد پاکی ساحه. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ زنده باشی، سلامت باشی، بخیر باشی. اسمتان؟ میرویس. خب چند سال میشه کار میکنی؟ همینجا ترکاری به فروش میرسونی؟ نه از ما عطاریسته. خب بسیار خوب. ما که میبینیم همینجا بسیار هموطنان عزیز ما در قسمت نظافت شهر سهیم هستن. خودت هم آیا سهم میگیری نمیگیری یا که تنها مختص به شاروالی میسازی؟ بله سهم میگیریم دیگه. طبعا در باره صفایی شهر و پاکی و شاروالی دیگه ما خوش هستیم. طبعا دیگه پاک هم هست و شاروالی هر روز همیشه دیگه پاکاری میکنه دیگه. باز چطور است همکاری هموطنای ما امروز؟ خوب است دیگه، نسبتا خوب است دیگه. خب بسیار خوب. ما قبلا رفتیم در ساحه دیگه که همینجا هستین، در قسمت پایین کراچی های غرفه های بسیار منظم داده شده. خواست خودت چی است؟ اگر برتان یک جای مشخص یعنی تعیین شوه و خودت همونجا کار کنی، چقدر این مؤثر است به این که هموطنای ما یعنی به شکل بسیار آسان امیسا هم آزاد میشه و مردم گشت و گذار میکنن؟ میخوایم پیامت در این مورد داشته باشیم. من میخوایم که در این باره به ما همونطور سهم گرفته شوه و همونطور بازار اساس جور شوه و غرفه ها را اگر پس دوباره همینجا بانه به ما و ما را در این باره به ما بسیار خوش هستیم و همکار هم هستیم و از دولت هم بسیار اظهار تشکری میکنیم و خوش هستیم دیگه. بخیر باشی بیادر، زنده باشی، اوقاتت خوش. بخیر باشی، خیر باشی. هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه مشاهده کردین که در تایمنی کابل بسیار تغییرات به وجود آمده که بیشتر دستفروش‌هایی که اینجا مصروف کار بودند در روی سرک و یک سلسله مشکلات ایجاد کرده بودند، برای از اینا جای مشخص تعیین شده و خیلی خرسندان بودند و همچنان یک تعداد از دستفروش‌ها و کراچیوانایی که در کنار سرک فعلا هم مصروف کار هستند و هنوز برشان غرفه تسلیم داده نشده، از مسئولین میخواهند که برشان غرفه داده شود تا بتانند که به شکل آسان به خرید و فروش خود در اینجا ادامه بدن. و شما مشاهده کردین که بسیار هموطنان نازنین ما به شکل منظم اینجا کار خود به پیش میبرند. خیلی از لحاظ نظافت و مساحت پاک است و شما تصاویر و ویدیوها را مشاهده کردین. ما هم ناگزیر هستیم که در این قسمت برنامه خود خاتمه بدیم و برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم لایک و سابسکرایب کنین. نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین تا ما هم بهترین برنامه ها را به علاقه شما برایتان تهیه نماییم. تا برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار.